من خودم 4 سال دانشگاه خوندگیم اکونومیست تمام کردگیم. تا شما خودم مهنت کردگیم من باید این مهنت خودم با قدر زحمتام برسم. چه مایو که پیش اگم خش تبرو میره گردن کج میکنی با فکر من خودم حرکت کنم بهتره چی من. جای کار میپرسیدم برای کاری خودم دارم مقصد پیش بینی روی کارم آسان شود. بازی تاکسی میزنم زندگی هم رو پیش میبرم. کجا میخواستی کار کنی؟ اکو ما بسیار همی ادوکات میخواستم کار کنم و خیلی نشد. ادوکات شدن میخواستم وقتی زندگی مشکلی که بود و با تاکسی هم خیلی پیش بینی شدن رفتم. با فکر تو افتاد خطا میتونم کار آدم آسان البته چرا نه؟ بله اگر که منصبدار باشه بود روی کار خیلی آسان میکنه. با یک روی کار بیزنس یا چی میبرد رو توی میشه میروی. خیشتوار منصبدار باوری ندارم. اگر یگان مشکلات میشید از دستشون میبیاید اگر همون یگان کمک کردن میپرسیدم که کمک کنند اگر دستشون بیاد. اگر دست خودمون بیاد مثال گپ خیلی هیچی نه. خدا با شکر همش تنج ایلام همش تنج باشد پشت یگان کس نگردیم. من اگر خش تباری منصبدار می داشتم عموما مراجعت نمیکردم. خوش ندارم. راستی گپ همین چیزا خوش ندارم. یک روز نه یک روز باز در یگان جا میگویند که همه آدم پیش من آمد من کاری وای بود کردم برای خودم راستی گپ همین چیزا وای نمیپسندم. خیر سفر منصبدار داره؟ بله دارم. یکی راست دیگه یگان بار با پیششون نمیروم. هر چیزی که خودم ای دستم میآید تا درجه که وای است خودم حل میکنم و یکی نمیروم. رفتیم یگان میپرسیدیم یگان کار چست نیست. خیشتوار من خودمان هاییم. دست پای سها داریم یا جا جنبش میکنیم یا چی میخوریم. نباشه هیچی خورده نمیتونیم. هیچ که هیچی یاردم نمیکنم مادر. ندارم خیشتوار خیلی. اگر میخواستیم میداشتیم هم نمیدونم فرقشه. یک همه یکه.